جماعت دهات سنگتوده میشویم. انا نگفتم. که دوست مرو ای پرنده سامیلوتانو میخرم، ای خزنده پویزا. میگرد یا؟ ای روغن احتیاج نمیکنه. رو یکی میپره؟ الو در میونم الو. ای یا ماکارون پلاو کنده خود همی گوشت با ماکارون برو وار کنی. ای برادرو. شوی کشیدن میگی؟ ای بچه پویزا پختی. عدس ما رو خانه میگه. پدری من در هم میری سانتودا میگن. مردم که در سانتودا میدونه همش. اگر دختر میبودیم با فکرم که ها به حد قابل میشیدیم. اگه با تختچه میشید. توزه بشوشه. هر یک که با مخلصا کامنتر دم نویسن که پامیدورو را سوز نشوشت. خودم خودم تعریف نکنم نشد. من دوستان عزیز رسپتی آماده کرده سلات دانجوان خانمایی که آماده کرده نمیتونین ببینین یاد این بگیرین. تازه دهخانی شد دهخانی. فکسی با بگی. ها. جانی مکی باشی. انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده و شما توصیه میتونم شرکت محیدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های. آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت محیدین. باقی سربلند و خانواباد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشین. مخلصان عزیز و هواداران برنامه در مهمانی هنرمند، این زمان ما مهمان یکی از ناحیه های آوازدار کشور، ناحیه دنغره انیخترش جماعت دهات سنگتوده می شویم و ما می رویم به خانه یکی از حجمنگاران شناخته دوست مراد شریپوف با تخلص دانجوان. شما کانال ما را ترک نکنید، زیرا لحظه های عجایب را تنها از برنامه ما تماشا کرده می توانید. بار دیگر سلام دوستان عزیز، برنامه در مهمانی هنرمند است تقدیم شما از کانال تلویزیون گروپ. سلام علیکم. صدق خوبی. خانه دوست مراد شما خیلی جوری. این خونه که دوست مراد شما. دانجوان نه؟ ها اینا خونه دونجوان شما. زنده باشین، تشکر می‌کنم. و دوستان عزیز در برنامه قدم قربان بسیار مخلصان در کامنتر یکو نوشتند که گویا که ما با مهمانی میرویم و دست خالی میرویم. نه، ما دست خالی نمیرویم. ما هر کجا که مهمانی میرویم با خود چیزی میبریم، اما این رو رکلام نمیکردیم. ولی شما ما رو مجبور کردید و این نوبت ما تصمیم گرفتیم که چیزهای خریداری خود رو رکلام نه و اقلا در همین سب ببینید که ما با دست خالی نمیرویم به خانه دوست مراد شریپوف. و این لحظه ها ما شنیدیم که دوست مراد شریپوف در ده هستند، در دهه سنگتوده. میرویم سراغ ایشان. شما ما رو همراهی کنید. اکا دوست مراد، اکا دوست مراد، دیگر دوست مراد بگم دانجوان بگم نمیدونم. سلام علیکم. مخلصا بسیار خواهش کردن که این برنامه در مهمانی هنرمند رو با شما گذرانیم. ما هنر حجم‌نگاری شما را، هنر اکتوری شما، هنر سرایندگی شما را همگی خوب میدونن. انا اکنون ما هنری از عهده پختن خوراک برآمدن شما رو میسنجیم که تا کدام اندازه زنخلان است. زنده باشه. اگه این مسئله روزی میبینید نه که خیلی مهمونو کی دوست نمیداره. این خیلی مهمون موچو میکنی. شما در خدماتتون روی مهمون تمامی خودشون میگن بیا پختن باشه، پختن پرابلم نیست. 2 سال خدمت 5 سال نیست فقط پخته این پرابلم نیست. پختن شما در مرامت بیاید مرامت شما در خدماتتون روی شف پاور میشم که شف پاور. بار دیگر سلام مخلصان عزیز، این زمان ما مهمانی خاندان دوست مراد شریپوف با تخلص دانجوان قرار داریم در دهه سنگتوده.
زنده باشید عبدالرحمن جان، خوش آمدید. خوش آمدید. بسیار مخلصان خواهش کردم خواستن که از عهده خوراک پختن شما میبروید نمیبروید، این رو باید که با چشم خیش ببینم. که برادر عزیز عبدالرحمن جان، من یک گپ میگم که من عین حال بهر شما مهمانی که در خاندان ما هستید خوش آمدید میگم. بهر شما گوشت بیرونی باباگی هم چیستا گوشت بیرون با اینا کاکراس گوشت بز آوردین. برای چه گوشت بز؟ گوشت بز میخری که بزی نکنید هر کدوم. نه این برعکس، وقتی گوشت بز میخری با هم مسیر اسرار تا فوش میکنی. نه ما برای همین سپیڅان گوشت بزوه. نه خیلی که باشه گوسپند میخری بر باید نگی گوسپند چی، یکی گوشت گوسپند میخری با قوت میکشی اودام ها. انا گوشت بز برای هم میخری که بزی نکنی. بله. ایمونیتت بلند شود. و مخلصان عزیز شما از کانال ما دور نشوید و میبینیم که دوست مراد شریفوف گوشت بریان را چگونه آماده میکنه. اول گوشت رو هم البته گوشت اول گوشت رو میده میکنیم. هم زنبور مردم خیمه اونده زنبور پیش انا نگفتم الله کای گزیدی ندیدی گزید او یک گوشت موندگی تر گزید. اوه بچا اون وقت دیگه سرود بود که تو رو چی گزید میگم آرو گزید، یک جا آرو میگن ما زنبور میگیم. اینو اکرم ندیوردم که بسم الله الرحمن الرحیم. ها بچا مشکل مرا نگذا که میترسم. نخرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گوشت خوردنش نغزه بینه این بوش بد میبینه. نه باید همش خوبه. گوشت آدمیزاد با گوشت زنده، با نون زنده، با خوردن زنده آدمیزاد. خط بچریم بچه‌ها بخیریم. راست شگرف زنیم. در همین حیات چند بار گوشت بریون پخته هستیم. راست شگرف زنم. سالایی که در مقصد ده مردگی میکرده در همین کوه، سالای پیش تا سال 2000 اومده بگیم مقصد ما دهقان بودیم تا سال 2000 ما در همین که جیلدره میگن، هم جیلدره دا مال و حال داشتیم. راستی گپ قریب زیاده 100 تا بز و گوسپند داشتیم، مرغ و اندوک و هم خیلی چیزا بسیار داشتیم. همون سالا در دو هست که کده بودم. انا بعد در این خیلی که گفتم در اینجا خیلی خدمت کم و بیش در وقتای دانشجویی کم و بیش. این خیلی بگم دوره دانشجویی در گوشت بریون نمیخوردیم. خاکه یا وقت پدر من گفتم که مال حال که داشتیم یا وقت پدر میکردم و میکردیم. انا بعد همودم راستی که بگم ما کم در کم کدگیم همین کارا. کم در کم بگیم دیگر خوراک چی؟ دیگر خوراک همین عموما همین پوری را کم. این یگام جو مایافکا بریم بسیار ما قطعی روزبک فیضلی میریم. روزبک پوری خوبه بسیار. همون روزبک فیضلی تیار میکنیم. دالی های دست را میگذن زنبورو اینجا احتیاط نکنی میگذین. من همین پیدم که گزید نه با هم هوشیارن که یارو ما زنبور غینگک میگیم. با زنبور غینگک شما چی میگم زربکا کیتایسکی کیته و اونی کیتایسکی دیگه و دیگه یا هم چیز تا قدیم یا ای زنبور بوده کو با زنبور اولا دو نمود زنبور بودن وقتی ما گودا کلان شو زنبور میگیم. اولا ها زنبور اولا. انا حاجی همشه میبینی اگه اومده پروان نکنی. اینا برادر عزیز حسابی هم کردگی وقتی اکم یکشتیم همین چقدر مهمون که میومد. ایران کنی کارچه قطعه میزنه با این خیلی نزنه که کارچه بزنه همین پوست میکنی یا اگه چه میگه کنی قطعه میکنی تمام جدا شدن میگیرن. من اگر توی کدنش دیدم پاور نکنه. این خیلی نمیزنه این خیلی میکنن تمامی میکنن تمامی. ایش ده ایهوداش میبرم مقصد این خیلی خبرم اونجا ام خیلی فریزا کردن حال همو دوره پیش دایود مونده کانترکت. برنامه ما رو با قدم قربان تماشا کردیم. البته تماشا کردم. همه شما کوشش کنین که از قدم قربان دیده بهتر آماده کنین. نه رقابت میشه. رقابت که نمیگی ایوا یا ماکارون پلاو کنه خود همین گوشت با ماکارون برابر کنین. ای برادرو همین الکای تماشا بین خودش هیچ کرد گوشت که جدا میست و ماکارون که جدا میست. با یک از کامنتر نوشته است که کم تر گوشت نبود اما ماکارون بود وزه. تو بخیر اگه این کامنتاری را یک جهت بخونی خوبه. ما دا یاردم میکنه کامنتاری همون رو میخونیم و عبرت میگیریم. مقصد کار خطا باشه میگیم من کار خطا رو نمیکنیم. همین خلاص عبدالرحمن جان به نهایت کامنتاری خوبه. فکرم که
گوشت تمام آماده شد. الان که تمام کنیم حاضر یک دقیقه بعد از ریزه کردن نمک رو گوشت رو میشویم. باز میشواستی اگون خون یگون خیل اگر باشد انگام شستن تازه میشه. نمک برای چیه بگو؟ این نمک بکنیم اخی باید نمک خورده بسته این گوشت. برای گوشت نمک بخوره. خونش بر اومدن برای نه شدن. بلذت با مزه شدن. این نمک خورده مثل تو علو مندر میگیره ولی با هم دست ما رو زنبور میگازه. نه که من راستی که میگم خونی من خلاص چیز ما رو بگازه خودم خمیم برا در تنم مو زنبور میبرم دست ما برام نمیکنه. سگ چی؟ سگ هم یکم بر سگ نگازده ما راستی که این خیلی اخی آدم کگ میگازه میگه کو مرا خیلی گپو نیست. نه ترکان کلاپی. نه خیلی چیزا اومد طرف تون میخه. همون سگا هم وفینو فهمیدگی هم برای هم نمیگذن. این نمک خوردن میگه. این نمک خوردن عزیز زنده باشه. ما علو رو در میتیم. آتش. بسم الله الرحمن الرحیم بیار. که علو. پیش از اون که ما علو رو درگیرونیم اول دیگ رو باید. یک دقیقه دیگه شوشتن. تو من یوردم کدام میگی؟ بله من. نه ولی من علو درگیرونم با همین دستی اولیدم. علو درگیرونم علو. بیمودم خیلی میکنم کمی شوان. خوبی بهترین. اکا عبدالرحمن جان رشید خوشون رشید یوردم. من اوشم میدم خیلی میگیرم. هپ انا خان تدام با تو روسی رو بفهمیده این هزونی بردون بود. هزونی بردون. بسم الله الرحمن الرحیم. که در میگیرم. از یعنی در میگیرم. از یعنی در میگیرم. این خرا پرغه میگن ایشا خرا پرغه. این ناش کنم خپرش کرد. نه هزم میشناسو خرا پرغه. این خرا پرغه میگن این. رنگش شوارزنگر میشکنی. همون سربیش اکو. سربیشان شوارزنگر شویا. بچه استخدایش هم خیلی. تعریف کردی؟ بس شاید با فکر من. نه بس نیست هم یک علو گرم درگیری با. در میگیره ایشالا دیگه کجا میره و انا کوزی در گرفتن میگیره. خون قفای کار میشه. بله. باز یک به تسبیح تا یک تسبیح دارم یک نقطه میشو. وای قفای پیاز میشن پیاز. بله. پیاز آماده میکنیم. جمون میگذاریم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. انا پیاز. اکنون پیش از اونه که گوش بریان رو ما با دیگ میاندازیم اول باید پیاز البته پیاز. خودتیری سرخ کردن روغن میگویند. باز با لذت کردن گوش بریان ما. همین پیاز همه طرفه فایده داره در گوشت. خامش برای چی گوش بریان میارن یک پیاز ریزه کرده میارن. ما پیاز کنی میگیم اکی یارا پیاز کنی. پیاز با گوش بریان همراه کرده میشود گوش بریان ملایم میپزد. پدر همین در و بعد استعمال کردن بعد خوردن پیاز خام برای چی میکنن که مقصد که حل میکنه با درو درون فایده خودش داره او. شوری جانی من کی باشه الو هم گرم شی. اینا تمام شامولک میزنش. انا که آماده کی باشیم یک پیاز در دل روغن ریزه میکنیم. زیر یک تا دیگه هم ریزه کنیم. اول یک پیاز رو میده میکنیم. حالا روغن در دیگ بدوزیم روغن. یک تا دیگه. کامرا یاد دادم که مرا دیگه چی نمیبره چه ما گفتم که این خیلی پیاز هم تاثیر نمیکنه. خیلی گفتم ترمیناتور سربی خیلی خبر نیست. همین قشنگ میدونم که همین دومکش برای ریزه کردن یاردم میکنه. انا که پیاز رو میشویم. البته. بسم الله الرحمن الرحیم. انا که یک پیاز رو اوگردون کنیم. اوگردون.
آفرین آفرین آفرین. یا بول برید. تمام. چرا تاشتم شیدم نه. آنا. روغن. روغن رو بسم الله الرحمن من همین معیاری روغن رو چون نمایم میکنم همین کلمه نیزم بس همین چیگم همون که روغن بیسته باشه همون که خوبه میگه خاک بخور روغن قطی بخور همین روغن داشته باشه میگذر زیخ شدن نکن من اکنون تو گرم شدن روغن پیاز رو بله آفرین پیاز ریزه میکنیم پیاز رو ریزه میکنیم یک پارچه بشوم پارچه من پارچه بشوم انکه پیاز ما راستیگه در سه نمود ریزه کده میتونم پیازا اگه ایجاد تختچه نیسته که خیلی ریزه کنم ایجاد با ما میتونم که تاجیکسکی واریانت اینه یک پیاز ریزه میکنیم برای روغن رو فهمیدن انا جیزه بزش برومیسته انکه روغن میفهمیم تو چه خیلی حالم روغن حال دوران ولی هم گرم نشده است حالم مونده بود خیلی ریزه کردن میگیریم پیازان آبی تو سرخ شدن روغن پیاز رو ریزه میکنه وقت بیودن نروه بله انا من برای تماشاگرها چی گفتنیم همه وقت سربلند باشن همین کاری که ما میکنیم بسیار مردم غریب تماشا میکنن مردم غریب من خودم راستیگه بسیار میرم میام در هم 4 بارم رفتم اومدم طرفای دولت‌های اروس همین فقط شما بوی وطن حس کنین اگه ما بدونیم که مزهش هم میفهمین میدونین و اینکه میگن شنیدن که بود مانند دیدن بازی میدون مانند چیده است مانند چشیدن اگه ما اینو برای خکره هستیم که شما کم کم احساساتتان بیدار شو بوی وطن بوی مادر را به یاد بیارین سربلند باشید سربلند باشین خیلی تیز کار میکنی شما چقون هستین اگر دختر میبودیم با فکرم که به حد قابل میشیدین اگه با تختچه میشید تیزتر تق ریزه میکنیم تختچه میشید خلقی پیوزا رو راستی وای میکنی چی میگن؟ کلانتر ریزه میکنیم در درون آب میشه میره بله چون که گوش بیرون دیرتر میپزد گوش بیرون ده همون که کلون هم ریزه کنی چیکار نداره حالم نشیده شیده است روغن شد گرم شده انا عبدالرحمن جان یعنی یک دو پیازه که دیگر میندازیم برای روغن شیرین شیدن گفتن نمیشه که بله انا ها دوستان پیاز سیاه شیدگی دارم میگیم اوه شد میگیرینش اوه استاگ نه بود درنی علاوه میپرسه بابا سوزان اونجا بیا نمکش که همین زنبور با میگذد رفت اوش مرد رفت با فکرم این امره شد ایش مونده به پرمو اینه دیدی مرد ایش هم کش افیلم کفویه هست نمک انا که عبدالرحمن جان انا که ایران کپی بله انا که بسم الله الرحمن الرحیم میگرزی ها روغن احتیاج نمک رو ده یکی میپره انا انی کفگیر او گردون میکنی کفگیرم انا که با این میکنم بسم الله الرحمن الرحیم کفتن سر میکنیم و در سامانه های اینترنتی میان شما و رفاعت جمشید بسیار سر و صداها و آوازه ها به قول یک رزبار شد شما رو به تربیه گفتید شما رو هر خانوی دیگر گفت یک گپ عبدالرحمن جان میگه اون چیزی که عیان است حجت به بیان نیست من دیگه چی گپ زنم تمام گپ ندارم من این زمان رفت آمد داریم با نه راستی گپ نه بعد از همون برنامه خفه شدیم هک راستی گپ بسیار آدما مرا
бениҳоят агари хеле ман медонӣ ки бачаи батоқатам пурсабрум бисёр баъд дар бораи вай суҳбат кардан гап задан дар ҷои ҷамъиятию занакҳо бисёр модаро бисёр ба ман занг зада гуфтанд ки илтимос мо мақсад бо ҳамроҳи навиромон шиштатара тамошо мекунему ва рости гап тасмим гирифтем ки дигар ҳамаи гуфти худо зай дигар дар кор не бетарбия гуфтем барои чӣ бетарбия шуштем оха ҳамун худтон мебинем худтон дида мебинем ба чашмотон дар интернету ма чӣ бисёр мухлисон баром назаранд ки ӯро шумо машҳур кардед ба ҳамун таронаи зангирун зангир нестум зангирун чанд қисм баромад 8 қисм 8 қисми сериали туркӣ шуд ҳар як чи насибу тақдир ҳар як кас ай насибаш мебинад ай тақдираш мебинад баъд мегӯянд ки фар бегира гӯспанд мебардорад вақте ки вай одама ки номуш биромад бояд ба мисли гӯспанд мақсад як хел одам дӯстам пула ки дид раҳгум мезанад хичагум мекунад як хел одаме ҳаста ки метавонад ҳамуро саришта карда ана мақсад ки касе ки номуш биромад саришта кунад хича хуб дар хуб мешавад саришта карда ки натавонист бо чӣ мешавад бо оянда мешавад беқадр аловро камтар пеш мекунем ба хотири шӯи пистае ба фикрам пистау бодом қати алов мекунам ва фикр мекунам то омода шудани гӯшбирён мо бояд ки помидору бодрингро офарин ана офарин як кортама овардон кунам мана помидору бодрингам як овардон кунам ира тоза бишуша бо мухлисо комментара да менависанд ки помидорро соз нашушт ҳамаша назар мегзаронум ҳамин ову ободӣ мегӯянд ову ободӣ ана солҳои пеш ростӣ гап дар ин деҳаи мо ов набуд мо ба хар ов мекашидем ина хар доштем шумо ватан мо шукронаи тинҷи мо шукронаи ҷаноби олӣ мо пешвои миллат овоби ободиро ин роҳатаби ҳама хел ҳаст амонҷон бале як роҳатаи роҳат ани лаганда як мо овгардон мекунам ҳозир ком шаво шумо майда кадам гирем як дега мекови дӯстони азиз имрӯз шарику салатро омода мекунам мо як гӯрда гӯшбирёнро мековем ки насӯзад ҳозир дар хона тамоман хӯрок намепазем не ростига ман фақат занатон мепазам вақтам надорум хеле коро некем каданам хубай кадом сол оиладор шуда будед соли 2008 бо интихоби худатон буд ё падару модар ака ростига интихоби худмон кардем ошиқ шуда ошиқӣ кардему аз куҷо ҳам душанбе шаҳр рости гап ино дар фархор зиндагӣ мекунам ҳамун шабу рӯз дар фархор зиндагӣ мекардам асосан фархориам бигем баъд ҳамунҷо дар солҳои донишҷӯӣ ҳами хелак чанд фарзанд доред намезанам шукри худо 2 духтарча дорам баъд мо мебинем ки шумо дар саҳначаҳоятон дар анамун сурудҳои ҳаҷвӣ мекунед аз ҳама бештар ҳамун духтарон зуд иваз мешаванд зани шумо тамошо мекунад рашк намекунад анаки ростига боли вёрама духтарои зеборо аз куҷо меёвед ростига боли вёда имконият нашда ки биё тамошо кунад хам дар диско дар ягон ҷо мебинану ана мақсад зуд иваз шиданшон дар ҳамин ки ҳамин духтар мардум кати кор кардан қина ҳамин нав меги як идея кунам ки нигоҳ мекунем мега мара вай кавалерум нав
وای کدای یکی نمره اکام پیدا شید مرا اوچام دیگه نمیمونه برای همین دیگه راستی برای همین تست ازیواز میشه دنبالش نمیشیم میگه سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگری اونا خودشون میان یا شما میوین و یارا همین من راستی اینستاگرام رو میدرم چون همین بسیار نوشتگان که اکم ما میخوایم که خطون همکاری کنیم من میدونم که شما بسیار شاگردان تیار کردین از همین شاگردی که تیار کردین کدومش بسیار هنر و مهارت خوب داشت همکاری کردن بسیار آسان بود برای شما ای بچه‌ها بگم ای دخترها همش گفتی همش یخ کن همش یخ همین اول دمیان یک کندلای مقصد که نمیفهمیدگان با اوستا کدومش که ذهنش سوزه یاد میگیره با من یاردم کنم خیلی خیلی همیشه هر ریزه کردن موضوع بونو بودن موضوع بونو وای شهری خرغونتپه ای لواکم بختر موضوع بونو شاگردان شما پرونچک شده میره رنگ شاگردای ما همه پرونچک شده رفتگان اینا با مخمون مرد یک دیگ ما بکنم بله نه خدا مرد دیگه میکنه حالا ما وعده میتونم که ایشالا یک گوش بیرونی بمزه میشه بله مخلصا رو دعوت میکنیم دعوت میکنیم مرامت بیایم میکنم برادرایی که در ملک غریب هستن این حال مقصد که هر روز نیو مقصد میشم خیلی که همین وقتی که همین برنامه رو تماشا دارن و همون وقت دلشون گوش بیرون میکشه شما عذر برادر عذر ما شما رو آوردن نمیتونیم ما راستی ما آوردن نمیتونیم میگم البته خونه ما مهمون شین ما برای شما گوش بیرون میکنیم بله خب انا شنو انا سالاد ما هم آماده شد سالاد پیاز ریزه کردیم سالاد ریزه کردیم چی موند عبدالرحمن جان فقط گوش بیرون آماده انتظار میشم گوش بیرون انتظار میشم گوش بیرون خوردنش نه اینا کمتر نمک میکنه اینا ها بله نمک برای این است طرف شما میشه این خرید نمک داد بله میشه زنده باشه انا که اینا ایجا اوست تاک دوباره وجود بمونه مایده دسترخوان آماده کردن بگیریم بله میشه آخر دسترخوانی مردکی میگن ما همه کمی نوزیم انا عبدالرحمن جان همه کار کردیم یک کار نکردیم خیلی ما در دوری باقی اوتمون در حولی پدرمون حالا اینجا یک کار دیگه میکنیم ولی نگاه اینجا بیا این همه از مهنتای دست پدرمون همه وقتش شوفیور بیرگدیر دهقان همه کار کرده تو همین وقت انا یک 10 سال میشه رئیس محله پدر مرا در هم میری سانتودا میگن مردمی که در سانتودا میدونه همش حاجی من یک سلطه که خشوب میکنم بیا بله انا عبدالرحمن جون هم 2 نفریم هم خیلی کفایه نیست بله کفایه است پیاز تیرمایی پیاز سبز بیام یک میشویم این هم خیلی زنده در بالا هم میمونیم هم خیلی زنده من دوستان عزیز رسپتی آماده کرده سلطه دانجوان خانمایی که آماده کرده نمیتونین ببینین یاد بگیرین این تازه دهقانی شد دهقانی تازه خیلی معنی دهقانی شد خب انا یک بار دیگه ما دیگ ما میکوم قریب آماده شدگیست یک بار دیگه دیگ ما بکوم بعد پیازو را داره آماده شد بعد پیازو رو میمیریم الو چخله الو آتش
нормально дар гифтеса, нормально. ва як саволи дигар. Аҳа. барои чӣ имрӯз гурӯҳи арабшо компания якҷо нест, ҳама пароканда алоҳида? ана рост дигам ака гурӯҳи арабшо мо ҳамон якҷояем. рӯзе мешав ки ҳами хонаи мо меоем мешинем суҳбат мекунем. рӯзе мешав ки ғиҷовак хишоба каку данғарада хишобаку комили амраҳум. ана рости гап ҳами ютуб интернет шуморо ҷудо кард. бале. барои чӣ ки чӣ бигум دیگه کاموای شرکت ها دعوتشون میکنن پول میتن میرونن دیگه شرکت ها خطی مقصد دو گوار خطی پول خطی بوجی میکنن اما شما یک جای محمد روزه یک جای نوفهمی که میان سعدی و منیژه و فخرالدین شده بود شما در این میان همراه نبودید دخالت نکردید با فکر شما کی همینجا حق بود و کی ناحق بود گناه همچون یک شخص بی‌غرض من یک شخص بی‌غرض چی گفتم میتونم راستی که من توج همین کارشون رو نمیدونم در اینترنت یک گام کرد برامون که منیژه فخرالدین جدا شد او ما کدومی منیژه رو میگن ما یک منیژه داشتیم نامش جمعه بود با یک منیژه دیگه داشتیم ولی در دولت عروس به شوهر برامون در روسیه با یک منیژه دیگه داشتیم یک خرابه که دیگه او هم شوهر کرد این منیژه ایو اکو فرشیوی با فرشیواشو فرشیویاشان ایو اکما دیگه ایو چی جدا شوند چی نشوند دیگه گفتی عروسا ما فرق نداره ایو همین میاین و میرن با نگاه میکنی با ماه دیگه با یک منیژه دیگه اومد خو بله این بینی برای چی تست ازدواج میشوند همون آخه مشهور میشوند شوهر میوند اوه همین ما فکر میکنم که همین سیل اولشون همیه یک همین گل وره میشکفن خریدارشون بسیار میشه که میخرن میبرنشان ما هم خدا میگیم که به منیژه میمونه ما هم خدا میگیم که همه زندگیشون آباد باشه زندگی خوش داشته باشن همین گل وریم که شکفتن به شوهر برویان این یک فخری ما همیشه ما باید شکرانه کنیم که هم یک دختر مقصد ایره بعد میگرده و رای بله خوب ده میروه این هیچ وایش نیست هیچ باکی نداره باید خوب است اگر منیژه هم به شوهر براید با منیژه نو پیدا میشود با گفتم که سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگری این هست که میگه که سرت باشد سلامت تاقی بسیار تو هم یابی به خود یاری وفادار مقصد یک زمان شده که زمانه پیشروی اینترنت و این تکنیک و تکنولوژی این عصر 21 دم زندگی کردیم دیگه این خیلی کارا پرابلم نیست مقصد دختر پرابلم نیست برای چی که از امریکا، روسیه، دیگر دولت‌های پیشرفته یاد گرفتن. سال‌های پیش همین خیلی بود اونجا. خب ما مقصد دهات بودیم. ما راستی که یک دختری سرلو چم می‌دیدم، مرا نفرت می‌اومد. ما هم که بچه‌ای در دهات تولد شدگی در دهات کلان شدگی، همین بانوی سرلو چ زنی سرلو چم می‌دیدم نفرت می‌اومد. ما هم خیلی کلان شدگی. اینا واجه است مرور زمان قطعی نه. واجه فقط قطعی هم خیلی دخترای اینا با تقدیر مونده هم خیلی شد. بله. فقط انا انتظار میشیم اکا پیازا را نه حال نشه وقت نشده است نپخته است نه با چیکار میکنی که دوست ما حاجا که من یک کار میکنم عبدالرحمن جان تماشا کن انا که برای بلغزت چیدنش برای دورش میدازی خوشو دم خوردنش انا که میبینی برای خوشبو شیدن هم خوشبو هم بلغزت هم ملوی میپازم ملوی یک تعمیل کفایه یک تا بسیونی هم چه خیلی که گفتیم دهخونی هم دهخونی اکده چی گفتی؟ هم برام مونده آی انا که ما میتونیم که پیازه چکا کنیم؟ و نام سه دوست نزدیک خود رو گفتم میتونید که در همه پستی و بلندی زندگی همراه شما هستند البته اگه بزرگا میگن دوستان سه نوان عربیدانی زبانی اندنانی اندجانی و نانی نام بیده از در بیرانش ستایش کن به یارانی زبانی ولی که دوست جانی را به دست آر و جانش جان بیده گر میتوانی این حال کم در کم دوست جانی قریب که به نیستی رفته گرد من راستی یک همسینف دارم جمالیدین صاحب کاری همین ده همونای هم همسینف مای هم کورس مای یک جای 5 سال خونده جمالیدین و در یک خیلی کینوفیلم هم هست من خیال میکنم که دوستی نزدیکم هموای مقصد که در دیگه جان باشم زنگ میزنم کارو ما بد میکنم
فقط یک دوست. از بعد- هنرمندا چی؟ ай ҳунармандон хеле ростига ба ки бисёр рафиқ доштум. ай меҳрубони равшан саркардагӣ шодравон суроби фардод ки рафиқи ҷонӣ будем, мақсад дар як ҷо ҳамхон мерафтем мехестем. ана бо пасон баъд аз вай якдо дӯстони курнамакам пайдо шид ки соҳиби хона кардем ора. бо дӯстони курнамак буданд ки соҳиби пул кардем, ака ном ба ном намегирем, таваккалшон ба худо. бо хай айни ҳол бо ҳамроҳи Рӯзбек Файзалӣ бародармон ҳастем. از خانوما چی؟ خانم اگه ягон ҷода гир қати гӯспанд дӯст намешавад. ягон ҷода ана ки вақтиш омад ки вай шид پیاز رو пиёзро میاندازیم. бандозем. آفرین آفرین. از خوراک ها از چی قیمه بسته؟ من خیلی ягон خیلی پرهیزی و قیموبی و خیلی گپو نیست مدا. همه چی را میخوره. همین ای پرنده و سامیلات نمیخرم، ای خزنده و پویزا دیگه تمام چی رو میخرم. اون میگه که کرکدیل آن حل کنم و کرکدیل حل میکنیم. ما خیلی بچه خیلی نقصد نازوی خیلی نداریم و همین چیز پیش اومد خشوم میخریم. انا عبدالرحمن جان انا این خیلی کدیم با هم طرف دیگه نمک بولش میچوشیم که نمک میپوشیم که با لذت چیدن. با لذت چیدن. انا پیاز نمک نکردم دین انا که نه خوراک با نمک با لذت میشود. آفرین. انا که انا قطعی نمکی باباگی کلا کلا. غروشه میگن اینا. انا کفایه است بخیرم. نه انا نیستم. انا کفایه است. باز یک بار دیگر با کفگیر آفرین آفرین میکوبیم. آفرین. انا که و خوراکی دوست داشته کدوم خوراک است؟ خوراکی دوست داشتن گوشت باشه با خوبتره که آخی. غیر گوشت چی؟ با خای آش پلو هم بسیار میخوریم. با خای بسیاری بعد گوشت بیرون خورد با شوربا هم میخورن. من میگم راستی که یک چیز با بسیارتر مخلصیم. همین ماهی که سبزق میپرن کو ماهی. انا اومدم بالی شکستم. هم جایی که برم همون بچه‌ها آخوز کردم اول ماهی میپرسم ماهی داری میگم. بعد بسیار بچه‌ها میگن که ای ماهی میخریم. میگم ماهی گناهی آدم میرزونه. بعد روزبه فیضلی هم شوخی میگه دوست جان گناهی که ما و تو داریم کرکدیل بخریم که گناهمون میرزه. حاکم میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو آن کس که گناه نکرد چنان زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگو. حاکم آدمی ناکرده گناه با فکر مکی نیست. حاکم کوشش میکنیم که گناه کم کنیم. کوشش میکنیم که در راه خداوند باشیم. کوشش میکنیم که توبه کنیم. البته که ما خداوند امید دارم باوری دارم. خداوند بزرگ ما رو هست کرده ما رو سرشته میکنه ان شاء الله که در آینده میبخشه. ما خداوند بزرگی مهربان باوری داریم. خداوند بزرگ ایمان خارج ما نکنه تمام. ان شاء الله که آیندهش خوب میشه. انا که انا یک گردون میکنه دم میپره. چی گفتی؟ بهترین میشه. بسم الرحمن الرحیم. انا عبدالرحمن جان تو دیدی منه 5-6 دقیقه پس بالای سر هم دیگه میایم صحبت میکنیم. 5 دقیقه پریریف. پریریف. انا عبدالرحمن جان فکر نکنی که یورا ما خدمت کردم. یورا وجود تیار کردن در رسم دادن گفتم بابا پلیچ کوه سر دست ده. هم خیلی کردن. یورا نونا. نونا برو ما. الکه چیکار میان نونا میبریم. نونی و چاگی. باشه من چای بیارم. چای. انا عبدالرحمن جان تو چای کشیدن میگه که عبدالرحمن چای کشیدن میگی با چه پاکیزم عدس ما رو خانر میگه بعد نونم میگی نون تر نشه و اون چیزا گم میشه گرمی بعد بده جوش میده سروسی من بعد داخل میجم. اینه با عیبی هم هست کراود خیلی کراود پاستو بنا عیبی کراود نداره. هیچ گم نیست. گفتی اون روزا نشست کردن. چی میگن؟ انا اگه مجبور هستم چای دم کنیم. اینه اول نمیشه. چای دم میکنم. چای پرابلم نیست. گفتی اون روزا چای پرابلم نیست. انا ولی جون ما کی باشی؟ چای کشیدن بگی عبدالرحمن جان. ما چیکار میکنم؟ انا ما برام دیدتون خبر بودن اینکه با گوشت نه به خاکستر شود. حاضر یک فوکسی بوگی ها سوخته
خام گوشت خیلی خوب داریم یا دستی بابا کام باید تنها مرچه دست خطیره ایران نمیسوزید توی این چی کفشیسته؟ چلیکوم را آقایی ایشته همه ریختشتن عبدالرحمن جون نمک همه چش کده؟ یا بششه ما گفتم که شوری رای تیزی فرق نمیکنم اگر اینو میگی یک کارگیر داری یک لواکش این خیمه گیرم تانی میگیرم امیرا من بود چشمش میگیرم اوه که ما گفتم که شوری تیزی رو بخواه هر چی خیلی خوب بزن هم شور نباشه شی چقدر؟ روزای ایشو با مزه نکی؟ نمک کم یا نه؟ تمام هم تنگوی سخته ها؟ کم تریگه بود شد من فکر میکنم که گوش بیرونی ما آماده شی بله اگه میکشیم چی گفتی؟ بیا پیشتر از بسم الله الرحمن الرحیم شد نشد شوی است جونی مکی باشی این هیچ حقی کمیره چیو بله من آورگیرنده ها چی گفتی؟ بله بیا انا کالی من یک دو پیازک در بالاش بمانم دو پیازک در بالاش بمانم عبدالرحمن جون حقی هم زیبی گوش بیرون نمیایده زیبی گوش بیرون نمیایده اون یعنی گیرای کو من دوستان عزیز گوش بریانی دون جوان نیز الکی آماده شده است فقط خوردنش مونده است معلومه بگذار انا عبدالرحمن جان خوش آمدی دوستم انا که بگی بسم الله این چانی که جدا ما چای با میشه بگی بسم الله کو یک بسم الله کو بگیریم باش ما کلانتریم انا راستی گپ در مسکو بودم اینترنت تماشا کردم یکی توی دور اومد گفتم دوستی ما زنگ گرفت نباشه های اومده اینه که توی ده انا راستی گپ خبر کردگی در رودم هست حضور آمد برای توی خبر کردگی تو انا بچه‌ها ما خود دیدی که در دولت عروس بودیم ولی خب توی دیگری تو یا توی میگم یا زنگ گرفت خطی تمام با توی فرزندو خدا هم یک زن خطی خوشه پیرت کنه فرزندانی سالم به دنیا بیاری انا با در توی فرزندای ان شاء الله زنده باش این بسم الله الرحمن الرحیم ای برادرایی که ما رو تماشا دارن آیا خیلی حضور میخوایم که ما در پیش چشم شما گوش بیرون میخریم شما حضور زیاد که بار به چشم کوچتره خودم خودم تعریف نکنم نشد آوازی من میخورم مخلصان عزیز بعد بها میتم که گوش بریانه چی خیلی پخته است دوست مراد شریفی نه مولای میخورم یا اولو هم گرم است گرم بله در حقیقت با مزه این گوش بیرون کسی که بپازه با مزه میویم گوشت در بچه ها و تشکر میگیم به شما زنده باشه هزار رحمت که رد نکردید در برنامه ما شرکت ورزیدید ما رو خوب قبول کردید مهمانداری خوب کردید و از همه خوراکی دوست داشته خوراکی با قدر پیش تاجیکان این چی است؟ گوش بیرون است آماده کردید این خیلی مهمونا رو چند کسی هست اومدن میگیرن چون میارن پروداکت ما تیار کرده خوردن میگیریم اجا معلومات چند تا هست بیایی خوش اومدید و در اخیر به مخلصان برنامه ما با تماشابینان کانال تاجیکان گروپ چی تمنیات داریم؟ تاجیکان گروپ سربلند باشن دادرای عزیز من همشون میشناسم انا میخواد خیلی که در خدمت خلق کنن میخواد در خدمت خلق باشین شما لبخندی توجیکین شما چی میگن چشم دولتین عین حال زمان پیشروی اینترنت شما بگیم که کارکنی مقصد وقتش در تئاتر بود تلویزیون نبود تلویزیون برآمد تئاتر کمک پایان برد
حاضر اینترنت برآمدگی باور میکنید تمام چیز را پایان بردگی برای همین شما کوشش کنید که نویگری زیاد بر زیاد برای تماشابین و برای خلق پیشکش کنید و ما تماشابین تماشا کنیم و حلاوت ببریم. تاجیکان گروه به پیش سربلند باشه. زنده باشه. تشکر زیاد بار دیگه. زنده باشه. معلومات کنید که اوقات خانم نشان بیه. بینندگان عزیز برنامه در مهمانی هنرمند بود تقدیم شما از خانه دوست مراد شریفوف از ناحیه زیبا منظری دنغره جماعت دهات سنگتوده. خیر تو برنامه های دیگر.